الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أيام ذی الحجه هستند، ماه حج و عشره ذی الحجه تمام شد، ولكن كل این ماه حج اطلاق میشه و اسمش هم ذوالحجه هست. و در این ایام تاریخی هستند و مهمند، و در این ایام هم در گذشت انسانهای تاریخی در این ماه و در این ایام انجام گرفته. همانطور که ممکن است بسیار انسانهای تاریخی در این ماه چشم به جهان گشودند و متولد شدند و به دنیا آمدند، همینطور بسیار انسانهای تاریخی و انسانهای بزرگ و انسانهای مهم در تاریخ بشریت و انسانیت در این ایام از دنیا رفتن، که از آن جمله سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه است و سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هم در آخرای همین ماه به آخر مجروح شدند و به هر حال اوائل محرم وفات کردند، شهید شدند. و شهادت سیدنا امام حسین و قیام امام حسین هم از همین ماه شروع شد. در همین ماه بود که ایام حج بود که امام حسین رضی الله تعالی عنه به سمت عراق رفتند و روزه حج بود، حجم نزدیک بود. گفتند که شما ایام حج بمان تا حج
و امام رحمه الله مهم دیدند که این سفر حیاتی و مهمه و لحاظا برای حج توقف نفرمودند و به سمت عراق و کوفه سفر کردند و این قیام امام حسین هم یک قیام تاریخی است و انشاءالله در این جمعه و جمعه بیشتر جمعه آینده مورد تذکره قرار میگیره که برای همه قیام امام حسین و قربانی امام حسین و جانفشانی ایشون درس هست و درس شهادت را برای به ما دادند امام حسین و درس حق گویی را دادند به ما امام حسین و شهادت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه و سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه که همه این بزرگان رجال تاریخند و در میان صحابه خوب درخشیدند و درخشش بزرگی داشتند و لحاظا تذکره این بزرگان برای ما تذکره انسانهای تاریخ، انسانهای از خود گذشته برای ما و امت و همه جهانیان، نه حتی مسلمانان، برای همه انسانیت. این انسانهای برجسته و مهم تاریخ بشریت برای همه انسانیت درس و تعلیم و حیاتی و مهم است. اینا از یاران آن حضرت صلی الله علیه و سلم که همه جایگاه رفیع دارند، ولی در یاران هم دستبندی هستند و بخشی را الله تعالی از یاران به عنوان سابقین اولین یاد میکنه. معلوم میشه که خود الله تعالی در بیان اینها تفاوت قائله. اونی که در اولی لحظات که لحظات سخت بودند و شرایط سخت بودند، اونها در کنار آن حضرت ایستادند و حمایت کردند. اونها تفاوت دارن با اونهایی که بعد آسانی آمد و ایمان آورد. کسانی که فکر میکنن که بین صحابه تفاوت وجود نیست، خیلی در اشتباهند. صحابه همه مقام دارن، همه درجه دارن، ولی همه اینا یک سطح نیستن و این تفاوت را قرآن داده به اونها و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم داده است. السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، الله فرمود اونهایی که اول سبقت کردن از دیگران و جلوتر اسلام پذیرفتند و او زمانی که کسی نبود در کنار آن حضرت و آن حضرت تنها بودند، اونها دین را در اون شرایط قبول کردند و سختی ها را و تهدید ها را به جان خریدند. اونها درجهشون خیلی بالاتر، اونها استادند در این زمینه، اونها بزرگند. اکابر صحابه یاد میشن، بزرگان صحابه یاد میشن. صحابه همه صحابان، ولی بزرگان صحابه، اکابر صحابه، اونهایی هستند که در این سختی ها اونها در کنار آن حضرت ایستادند و دین را حمایت کردند، حق را حمایت کردند، وحی آسمانی را حمایت کردند و ایستادگی کردند در مقابل بلاها و سختی ها را با جان و مالشون تحمل کردند، سختی ها را در راه الله. اینها جایگاه خاص دارند و جایگاه خاص دارند. اونهایی که
الله میگه السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، یعنی این سابقین اولین هم در مهاجرین هستند و هم در انصاران. اونها هم در مهاجرین، همه مهاجرین سابقین اولین نیستند، همه انصار هم سابقین اولین نیستند، ولی در مهاجرین و انصار اونایی که اولین سابقان سبقت گرفتن، اینها مقام والایی دارن که بعضی الله میگن که قبل از بدر کسانی که هجرت کردن ایمان آوردن و در انصار حالا اقوال متفاوت در این باره، لہذا اینها می فرمایند والسابقون الاولون من المهاجرین والذین اتبعوهم بإحسان، بعد کسانی که اونها را تابعداری کردن، به خوبی از اونها اتباع کردن و پیروی کردن، پیروان صحابه را که حالا اونها هم صحابان و یا اینها تا قیامت کسانی که صحابه را اتباع میکنند راه صحابه را میبرند، راه مهاجرین و انصار را میبرند، اینها را الله درجه داره. عجیبه که قرآن ما تلاوت کنیم و از قرآن بشنویم، هیچ درسی توی دنیا و کتابی توی دنیا نیست که به اندازه قرآن واقعیت ها را بگه و حقائق روشن بکنه، چرا که کلام الله است. دانش الله تعالی مهمترین دانش و بالاترین دانشه. ما اشتباه میکنیم ولی وحی اشتباه نمیکنه، صاحب وحی اشتباه نمیکنه و او حقائق و واقعیت ها را کاملا درک میکنه و میدانه. ولهذا اتباع صحابه اینجا مطرح شده است، والذین اتبعوهم، اتباع صحابه را مطرح کرده و اتباع مهاجرین و انصار، اتباع سابقین اولین، این را الله نجات دانسته و این را اینها را الله مژده بهشت داده است. اما طور که برای سابقین اولین مژده بهشته و رضامندی الله تعالی است برای کسانی که اونا را تا قیامت اتباع بکنند و پیروی صحابه را بکنند، پیروی مهاجرین و انصار را بکنند، اونها برای اونها مژده بهشت الله داده. رضی الله عنهم و رضوان برای از همه و اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. اینها تمام وعده های الله تعالی که جو وعده داده، هم سابقین اولین وعده داده است، هم والذین اتبعوهم بإحسان داده. اتباع سیره صحابه، سیره اهل بیت و توجه داشته باشید که بخش از اهل بیت که صحابان آن حضرت صلی الله علیه و سلم را دیدند، حضرت علی هست و ایمان آوردن بران حضرت، اینا حضرت علی السابقین اولین و از مهاجرین و حضرت زهرا هست، حضرت حسن، حضرت حسین، همه اینها مقام صحابیت را دارن، هم درجه صحابیت را به خود اختصاص دارن، هم اهل بیت و اینها دارای فضیلتن، دارای بزرگیان و وعده که به صحابه رسیده برای صحابه هم شامل حال اینایه و وعده که الله تعالی به اهل بیت دادند، فضایلی که برای اهل بیت هم شامل حال اینا است. ولی اهل بیت بعد از صحابه این درجه را ندارن، درجه صحابه را ندارن و درجه صحابه درجه بزرگی است و اهل بیت که صحابان آن حضرت را دیدن، زیارت کردن، اونا خیلی مقام والا دارن و
اتباع همه اینها و از اخلاص اونها، از سیره اونها، اتباع تقوای اونها، خدا ترسی اونها، اینها همه برای امت الگوان و نمونه هستند و لہذا اتباع اینها مایه فیروزی است. گرچه اعتقاد برانه که آن حضرت از خطا معصومند و از گناه و بعد از آن حضرت کسی از گناه معصوم نیست، همه جایز الخطا، بشر جایز الخطایه و آدم دچار اشتباه شده در حدیث آمده و فرزندان آدم و آدمیزاد همیشه امکان خطاش وجود داره، همه انسان خطا میکنن، ولی این بزرگان اگر خطایی از این اثر زده بلا فاصله به الله رجوع کردند، مانند ما نبودن که بر گناه اصرار کنند، مانند ما نبودن که گناه را توجیه کنند و تاویل کنند، بلکه بر خطا و اشتباه خودشون اعتراف کردند و به سوی الله رجوع کردند. ولذا عزیزان، ما در رابطه با صحابه، در رابطه با اهل بیت، در رابطه با توحید پروردگار و تمام معتقدات دینی و تمام امور و اخلاق، کردار و رفتار و عمل کرد به قرآن برگردیم و ببینیم که قرآن چه میگه، زانو بزنیم جلو قرآن و ببینیم که قرآن چه موضعی گرفته، قرآن چگونه از صحابه یاد کرده است. و اینجا السابقین و اولین و آنانی که تا قیامت در صحابه و بعد صحابه یا بعد اینها صحابه را به خوبی اتباع کردند و پشت سر صحابه حرکت کردند، الله برای اونها جایگاه اینجا بیان کرده است و در آیه سوره فتح لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، الله تعالی به واقعه صلح حدیبیه اشاره می کند که وقتی آن حضرت صلی الله علیه و سلم سال 6 هجری برای اولی بار بعد از هجرت به عمره خواب دیدند که خانه کعبه را زیارت می کنند و جمع از صحابه آن حضرت از مدینه منوره احرام بستند به قصد عمره و به دروازه مکه که رسیدن حرم، آن حضرت صلی الله علیه وسلم را مردم مکه جلوگیری کردند، مسلحانه آمدند و گفتند که ما شما را نمیگذاریم برای عمره و آن حضرت فرمودند ما برای جنگ نیامدیم، برای عبادت آمدیم، بگذارید عمره کنیم برمیگردیم. ولی اونها به جاهلیت گرفتار بودند، به تکبر و به تنگ نظری و بدبختی و اجازه ندادند که حضرت عمره را انجام بده و صحابه احکام عمره را، مناسک عمره را، و لحظه حضرت به سمت حدیبیه کنار نزدیک خود را کشیدند و آنجا در احرام با صحابه باقی ماندند و برای مذاکره حضرت عثمان انتخاب شد. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه آدم ملایمی بود و برای مذاکرات آدم ملایمی را برای دیپلماسی تعیین کرد. دیپلماس باید هرچه ملایم باشه معلوم میشه که بهتر موفقتر میشه و حضرت عثمان در خود مکه هم جایگاه داشت خیلی، لحظه حضرت عثمان آن حضرت انتخاب کرد و
معلوم میشه که خیلی اعتماد بود. در شرایط دیپلماس آنه که دیپلماس خیلی باید مورد اعتماد باشه و اگر دیپلمات مذاکره کننده اعتماد نباشه خیلی خطرناکه که بفروشه طرفا و معامله بکنه. و لحاظا معلوم میشه که چه اندازه آن حضرت و صحابه اعتماد داشتن بر حضرت عثمان که حضرت عثمان انتخاب کردن. کسی که آن حضرت بر او اعتماد کرده و آن حضرت را برای طرف مذاکره ایشون قرار دادند و فرستادند مردم مکه، سران مکه را ببینه و مذاکره کنه که ما در احرامیم و ما را بگذارن که ما عمره بکنیم و احراممون را باز بکنیم. در همین حین خبر رسید که حضرت عثمان دستگیر کردند و بازداشت کردند و یک کلام بود که حضرت عثمان شهید کردند. و البته این مسئله گروهی که میخواستن شبیخون بزنن بر سر مسلمانان و حضرت را به قتل برسانند، اینها را صحابه دستگیر کردند و لحاظا اینجا بیعت صورت گرفت و آن حضرت بیعت کردند. چون بازداشت دیپلمات و یک قتل دیپلمات چیزی بود که در اون فرهنگ و زمانه هم خیلی چیزی سختی بود. خیلی چیز هستند که الان بشر میراثش از گذشتگانه و لحاظا بیعت گرفتن بر جنگ و جهاد و صحابه بیعت کردن. زیر درختان حضرت نشستن و به تنه درخت تکیه دادن و صحابه آمدن همه بیعت کردن. بیعت بر جنگ و بیعت بر استقامت در راه میدان فرار نکنند و سخت بایستند در میدان. و همین بود که بالاخره این بیعت رهگشا شد و مذاکرات شروع شد. مجدد مذاکرات که بسته شد باز شد و بالاخره اون طرف هم متوجه شدند که اینها آماده قربانی در راه الله است و لحاظا حضرت عثمان رضی الله تعالی مذاکره شد. حضرت مسلمانان یا اسیران خود را ویل کردند و اونها حضرت عثمان را ویل کردند. حضرت عثمان آمد و مشکلات قدم حل شد. و این نکته که اینجا بنده میخواهم بگم اینه که خیلی حیاتیه و این نکته که وقتی که این همه صحابه بیعت کردن کسی گفت اگر حضرت عثمان زنده است در فضیلت این بیعت شامل حال عثمان چگونه میشه؟ شامل حال عثمان نمیشه. آن حضرت دست راست خود را بلند کرد گویا دست حضرت عثمانه و این دست محمد در رسول الله. این دست به این دست گذاشت گفت این بیعت از جانب حضرت عثمان. و چقدر اعتماد بر حضرت عثمان داره آن حضرت و از جانب او در این بیعت همراهی. اگر حضرت عثمان زنده است او در این بیعت داخله، او هم در راه الله می ایسته. حضرت عثمان گفتن که شما که تشریف آوردید اینجا مکه برای مذاکره، شما خانه کعبه را طواف کن، شما خود را از لباس احرام بیرون کن. گفتن که نه، من بدون حضرت رسول صلی الله علیه وسلم خانه کعبه را طواف نمی کنم، بدون آن حضرت صلی الله علیه وسلم عمره نمی کنم. اگر شما آن حضرت میگذارید که مسلمانان بیایم من با اونها عمره می کنم و الا من هم در احرام باقی میمانم تا اون لحظه که آن حضرت در احرام. نگاه حضرت عثمان نگاه کن، دید حضرت عثمان رضی الله تعالی. و لحاظا اینها کسانی که
مال را قربانی کردن، جان قربانی کردن، جان فشانیه. حضرت عثمان با مال و جان در تاریخ اسلام، صدر اسلام می درخشه و نمایان. در جنگ تبوک چقدر قربانی دادند و چقدر شتر و مال در اختیار مجاهدان قرار دادند که مورد تهدید بود از جانب رومی ها و رومی ها لشکر کشی کردند که مدینه منوره حمله بکنند و مسلمانان اینجا آمادگی کردن. لحظات که آن را الله تعالی لحظات سخت میگوید، در اون لحظات سخت اینها از مال و جان گذشتند و حضرت ابوبکر تمام زندگیش را آورد و حضرت عمر نصف زندگیش را آورد و حضرت عثمان بخش بزرگ را که مالدار بود از اموالش در اختیار گذاشتند. و اینها چه قربانی دادند، در چه لحظات و سختی های اینها در کنار آن حضرت ماندند و تاریخ اینها ساختن برای اسلام، تاریخ ساختن برای آزادگی و انسانیت و بشریت و قربانی دادن و به دنیا توجه نکردن. و همه این صحابه الا ماشاءالله بعضی که مال خودشون مال داشتن، نه بیت المال این استفاده نکردن و همه اینها فقیرانه از دنیا رفتند. از عمر، از ابوبکر، از علی، اینها با دست خالی از دنیا رفتند، برای مردم کار کردن، مردم اسیر کردن، خدمت خلق را انجام دادن و اینها خدمت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که برای همه بشریت و انسانیت یک تمدن نو آوردن و بهترین تمدن پایگذاری کردن، عدالت آوردن، انصاف آوردن، مساوات و برابری آوردن، برای همه انسانها اندیشه صحیح آوردن و اینها دید بسیار وسیع و نظر بلند را آوردن و لحاظا برای همه انسانیت اینها خدمت کرده و احسانشونه و این انسانها الگوان، این انسانها نمونان و صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کسانی اند که همه تربیت یافتگان نبوتند. هیچ استاد مربی در دنیا نگذشته است و نه در آینده تا قیامت می آید که دست طولانی تر از آن حضرت داشته باشه و ماهرتر از آن حضرت باشند. بزرگترین استاد، بزرگترین مرشد و مربی برای انسان در تاریخ انسانیت رحمت للعالمین، آخری پیامبر خدا، آخری نبیان و او شاگردهای خود را چه زیبا تربیت کرد، چه انسانهای زیبایی تربیت یافته او بوده و لحاظا استاد چه اندازه ماهره، مرشد چه اندازه ماهره، مهارت اون استاد نگاه کنید و لحاظا شاگردان او به تناسب او، مناسبت این استاد بهترین تربیت حاصل کردن، بهترین استعداد داشتن، بهترین شایستگی را داشتن. الله به اونا شایستگی داده بود تا بتوانند برای جهانیان خدمت بکنن و روی این عزیزان اینها همیشه یاد به خیرشان بکنید و محبت این بزرگواران در دل همه شما باشد و حسن و حسین که فرزندان آن حضرتند و آن حضرت اینها را بوییدند و اینها محبت کردند و اینها محبوب دلهای همه مسلمین و
همه اینها مشترکات تمام مسلمانان و آرزوی مهانه که صحابه کرام مشترکات همه مسلمانان بشن، همه مسلمانان، همه اهل دین، همه کسانی که خاتم النبیین قبول دارن، رحمت للعالمین محبت دارن، صحابه را احترام کنن و صحابه محبت کنن. و گاهی ما میگیم که اگر محبت نباشه حداقلش اینه که احترام بشه و توهین نشه. به خاطر آن حضرت احترام، به خاطر آن حضرت حرمت اینها نگهداری بشه. ولی بهترین چیز محبت این بزرگانه و بهترین نکته آنه که ما به صدر اسلام اعتماد کنیم که به آنها آن حضرت اعتماد داشتن، به صحابه کرام و اینها را دوست داشتن و فرمودن که صحابه من جایگاه صحابه را حضرت در حدیث بیان کردن و جایگاه صحابه را از حدیث و از قرآن ما یاد بگیریم. و اینجا الله تعالی می فرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، وقتی اینا بیعت می کردن زیر درخت حدیبیه، فعلم ما فی قلوبهم، الله دانستن که در دل اینها چیه. یعنی در دل اینها همه محبت خدا و رسول، در دل اینها اخلاص بود، للهیت بود، عشق خدا بود، فرمان برداری خدا و رسول بود. دل اینها را الله از دل صحبت میکنه. و در سوره مبارکه سوره بعد الله تعالی می فرماید که اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، سوره حجرات. الله می فرماید اینها صحابه را اینا کسانی هستند که ادب آن حضرت، احترام آن حضرت را رعایت می کنند و محبت آن حضرت و حرمت آن حضرت در دل اوناست و آداب مجلس آن حضرت را رعایت می کنند. اینا کسانی هستند که دلهای اینها را الله آزموده برای تقوا. این دلها برای تقوا آزموده شده، یعنی این دلها غیر از تقوا چیزی دیگه نبوده هیچ زمانه. و اینها دلهای اینها متقی ترین دلها هستند و دلهای اینا پرهیزگارند. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرت و اجر عظیم. وعده مغفرت به صحابه داده شده و وعده اجر عظیم داده شده است. شما اگر خواستید در رابطه با صحابه بررسی بکنید، قرآن تلاوت کنید و حدیث صحیحه و ثابته را تلاش کنید که زن حضرت منقولا اقوال آن حضرت و دیدگاه خود آن حضرت در رابطه با صحابه کرام رضوان الله تعالی مجمعین. الله تعالی ما را از اونهای بگردانه که خود قرآن فرموده والذین اتبعوهم باحسان، با احسان اینها را تابعداری کردند و پیروی کردند. پیروی صحابه، پیروی صحابه، پیروی اهل بیت و همه اینها را دوست داشته باشیم و در مسیر اینها قرار داشته باشیم. و درود ختم فرمایید. هفته گذشته اینجا یک حادثه تلخ و ناگواری پیش آمد که برای همه ما سخت بود واقعا و سخت گذشت. حمله به کلانتری 16 بود و
این حمله بر همه ما سخت بود، چرا که خشونت جواب نداده و کشتار و قتل در هر غالبی باشه ضایعات هست و نقصان است و آثار سو داره و آثار بد داره و روی این ما این حمله را که به کلانتری 16 انجام گرفت به شدت تمام محکوم میکنیم و اعتقاد به هیچ صورت ما نداریم از کسانی که اینجا با هم زندگی میکنیم و یک کسانی که شناخت دارن میدانند که روحیه ما، روحیه مجموعه ما، روحیه مردم ما همه با کشتار و قتل و رهبندانی و رهزنی نیست. مخالف مردم ما با این و ما اهل گفتمانیم و گفتگو هستیم و ملت های توسعه یافته و ملت های با فرهنگ توی دنیا شیوهشون همینه که اگر مشکلات هست این مشکلات مسیرشون گفتگو هست، مسیرشون انتقاد سازنده، مسیر مذاکره است، مسیر نشسته. ما برای همین خاطر اتفاقی که در جمعه خونین پیش آمد و این اتفاق خیلی سنگین بود و ما همه تلاش بر این بود که گسترش پیدا نکنه و هیچ کس از این جریان سوء استفاده نکنه در ناامن کردن شهر رضاهدان، در ناامن کردن استان و گفتن که از همون لحظه اول که هنوز صدای گلوله به گوش ما بود و صدای تیراندازی به گوش می رسید مصاحبه شد. مصاحبه کردیم و مردم دعوت کردیم که آرامششون حفظ کنند و همه الحمدلله این موضوع را همه ستودند و راضی شدند و ما امیدواریم که مورد رضای خدا هم قرار گرفت که خونریزی نشه و جنگ نه. گفتیم صحبت و پیگیری از طریق قانون، شکایت، پیگیری و ببینیم که جریان چیه. هیچی ما نمیدونستیم که این جریان چیه و ما تو این جریان مبعوث شدیم، همینطور که تو این جریان هم مبعوث شدیم. یالله اینه چه کسانی که این کارا میکنن؟ کدوم عقل پشت سر این کاری که این کارا میکنه؟ شما دم مسجد جایی که نماز برگزار میشه و بالاخره شما میایید کسانی میایید اینجا این کارا بکنند. آخه با چه عقله و منطقی هم خانه داره؟ و لحظه از همون لحظه که هنوز صدای تیراندازی در کلانتری 16 به گوش بود، ما بیانیه نوشتیم همون زمانه و ما اعلام براعت کردیم که ما از این مسائل بریئیم و همه انشالله میدانند، همه مسئولان هم رده بالا تا پایین که راه ما راه جنگ و کشتار و درگیری نیست. اگر این تهمت به هیچ صورت با مجموعه ما هم خانی نداره. که ما از کوچکترین رضایت داشته باشیم، بلکه برای ما
از خیلی جریانات دیگه این سنگین‌تر تمام شد که سوء تفاهم درست میشه، کسانی چه فکر میکنن. و لحظه ما مسئول همه مردم هم نیستیم. همه مردم بسیاری هستند که نظر ما را قبول ندارن توی خود منطقه و میگن که گفتمان و گفتگو این همه مدت جواب نداده، شما جواب نگرفتید. و اونها ما نظرمون را به هیچ کسی نمیتونیم تحمیل بکنیم، ولی معتقدیم که بهترین نظر همین نظر گفتگو هست و گفتمانه و اگر همه اینه بپذیرند به نفع همه خواهد بود و ما معتقدیم و یقین و باور داریم که یک روز جواب میده. و الان اعتقاد ما آنه که نزدیک او روز که جواب خواهد داد، گفتگو جواب خواهد داد، گفتگو جواب میده. و ما انتقادی که هم اینجا میکنیم درسته، بعض رنجیدن از عزیزان که ما رفاقت داریم، سلام علیکم داشتیم، در بدنه دولت، در بدنه نظام بسیار محبت داشتند، ما محبت داشتیم، ولی از این انتقاد ما رنجیدن. و ما اعتقادمون آنه که اگر کسی شفا میخواهد باید مریضی تلخ را، دوای تلخ را نوش کنه. معروف این که در دوای تلخ، شربت تلخ شفا موجوده و این حرفهای دل سوزن به شما، حرف دشمن نیستن، حرف هموطن شما، حرف شریک شما، حرف خیرخواه شما. و ما هیچ وقت درسته در گذشته از ما تبعیضی که در رابطه با اهل سنت بوده، مشکلاتی که اهل سنت داشتن بیشتر صحبت شده، ولی الان نه، از مدتی که این مسئله الحمدلله ما خدا را شکر میگیم که مسائلی که اینجا صحبت میشن مسائل مذهبی را ما گذاشتیم، مسائل اهل سنت را کم کردیم، کم رنگ. روی مسائل ملی صحبت میشه، روی منافع ملی صحبت میشه. منافع ملی مال همه است و این صحبتی که اینجا میشود در جهت خیرخواهی، مسیر من مسیر اعتدال، مسیر بیان رویه. ما مخالف سرسختیم با افراط، ما مخالف سرسختیم با تفرید، افراط و تفرید هر دو را ما همیشه ملامت کردیم و مسیر ما مسیر اعتدال و میان رویه و معتقدیم که همین راه حضرت رسول صلی الله علیه و سیره آن حضرت، سیره صحابه، سیره اهل بیت، همه اینها که در مسیر سنت و آن حضرت بودن مسیر اعتدالی داشتن. ما اعتدال داریم. ما نسبت به همه مسلمانان اصل اسلام و مسلمانان فکر میکنیم، ما به اصل بشریت و انسانیت و حقوق همه انسان ها فکر میکنیم و دعایی که ما داریم برای همه انسان ها و انسانیت دعا میکنیم، برای ما مسلمانان، برای ما شیعه و سنی، برای ما مذهب بارها گفتیم مطرح نیست، برای ما مسلمان و غیر مسلمان مطرح نیست، برای ما انسانیت مطرحه، برای ما حق مطرحه، برای ما عدالت مطرحه، برای ما آزادی ها مطرحن، آزادی های قانونی، آزادی های بین المللی، آزادی های مشروع دنیا. ما گناه را آزاد نمیدونیم،
و به گناه اعتقاد نداریم. ولی به هر حال همه آزادی که توی دنیا است مشروع، کمی اگه جای اختلافی باشه، آزادی کلمه، آزادی بیان و آزادی اندیشه است و آزادی ها هستند که حقوق انسانان. به این معتقدیم. ما همینا را صحبت میکنیم، از زمینه صحبت میکنیم، از قانون دفاع میکنیم، از حقوق. و ما معتقدیم که مشکلات کشور ما و ملک ما زمان حل می شوند که مسئولان بزرگوار ما تن به تغییرات بدهند. تغییرات توی کشور بیاد. ما معتقدیم که تا زمانی که کار به دست اهلش سپرده نشه، هر کاری اهل داره، هر کسی میدان داره، تا زمانی که کار به اهلش نرسه، او که اهل کاره و مشکلات مردم ایران حل نمیشه. و ما این حرفای خیره، برای این حرفا از هیچ کسی ناراض نمیشه. ما میگه شما اهل پیدا بکنه برای کار. در تمام دنیا دانشگاه ها که در دنیا کار میکنند و آموزش میدن، برای هر رشته تعلیم جداگانه موجوده. نظامی ها اونها دانشگاه مستقل و جدا دارند، تعلیم نظامی میبینن و لحاظا نظامی کار دیگری میکنه، ذهنش و برای دیگر چیز ساخته میشه. و نظامی ها معتقدیم که در کار خودشون میتونه موفق باشن، در فن خودشون، فن اونای، میدان اونای. و در میدان سیاست و کارهای سیاسی، پستهای سیاسی، این سیاست مدارانند که برای همین کار ساخته شده و هر کسی تعلیم دیده، آموزش دیده و او در همون کار میتونه موفق باشه. و همون کار اهل کار پیدا کنید، اهل کار پیدا کنید. اهل فن، برای هر فن اهلی میخواهد، اهلیت میخواهد. شما اهل فن پیدا بکنید، به نمازش نگاه نکنید، به شایستگیش نگاه کنید، هیچ وقتی به دیانت طرف نگاه نکنید، به دلسوزی طرف تنها، بلکه به شایستگی. در کنار دلسوزی شایستگی، لیاقت، اگر دیانت هم باشه خیلی خوب است، اگر نشد وجدان کاری باشه. و این که این ما را قبول داره یا چندان ما را قبول نداره، این هم نگاه نکنید. نگاه کنید که برای ملتتون کار بشه، کارا پیش برن. لحظه اعتقاد ما هست و ممکنه از این کلمه بازه برنجن که ما معتقدیم که نظامیان عزیز ما هستند، ولی اونها برای کار نظامی برای کار نظامی را انجام. علما به کارهای خودشون، ما بالاخره تخصص در اقتصاد نداریم. ما که گاهی میگیم که اقتصاد، گاهی گفتیم که اگر شما حرف ما را قبول کنید اقتصاد خوب میشه، که تو اقتصاد با سیاست گره خورده است. و رشته ما هم رشته دینی ما با سیاست میخوره، با خیلی چیز هم خانی داره. قرآن کتاب جامع است و ما میگیم که مشکلات سیاسی که حل بشن، بالاخره اقتصاد حل میشه و حد اکثر مشکلات اقتصاد حل میشن. این اگر ما نظر میدیم از این بابته. و هر کاری علما معتقدیم که علما به درس و تدریس و فتوا و این کارهای خودشون برگردن. این که ما بنده هم بندگاهی که میگه آقا من هیچی نمیخواهم، چون که تخصص من در همینه که اینجا نشستم خدمت شما، تخصصی هم ندارم، طلبه هستم و
ولی به هر حال ما اهل اداره و اینها نیستیم. ما معتقدیم که این دانشگاهیان، این افرادی که تحصیل کرده و رشته تحصیلش با این کار تناسب داره، یکی با کشاورزی تناسب داره، یکی با بازرگانی داره و یکی با بهداشت داره، با علوم پزشکی داره. اگر غیر پزشک را شما بیارید به صندلی پزشکی و ریاست پزشکی بگذارید، علوم پزشکی نمیتونه کار کنه، او رشتهش نیست. اینجا باید پزشک بتونه این قسمت اداره بکنه و این از روی دلسوزی ما میگیم، از روی خیرخواهی میگیم و لحاظا اینها رای حلن، برون رفتن از مشکلات. ما باید بیرون بریم و این برون رفت معتقدی که با من که گاهی میگم با مردم بشینید، شما و از خود مردم با مردم بشینید و خواسته های مردم توجه کنید. این به خاطر همینه که مردم مشکلات احساس میکنند و شما با صحبت مردم متوجه میشید که مشکلات مردم چه هست. و دارالعلوم زاهدانه که این مدرسه هم مسیرش مسیر اعتداله. ما یک مدرسه است دارالعلوم که بنیانگذارش حضرت علامه مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه یک شخصیت ممتاز در جهان اسلام بود و عجیب انسان عاقل و انسان متفکر. اینجا اساسش بر همینه که اینجا فکر انسانیت بشه، اینجا فکر اعتدال. و ما همیشه گفته که مدرسه اهل سنت نیست تنها، مدرسه همه مسلمانانه. این مدرسه تنها پایگاه مسلمانان نیست و این یک پایگاه برای همه انسانیت و فکر صحیح و فکر اعتدالی و فکر درسته. و اینجا ما با هر فکر تند برخورد کردیم توی حوزه. اینجا ما این طلاب صحبت کردیم، سخنرانی علنی کردیم که داران عزیزان صحبتهای ما را و مردم هست در میان ما و صحبت کردیم که اینجا طلاب توی مسائل سیاسی نیاید و اینجا طلاب از جاهای مختلف میآید. اینجا فقط درس موبایل پیشرفته را ما از دست اینا قانونا میگیریم و میگیم شما به درستون مشغول باشید. اگر اینجا راهپیمایی هم بوده مردم شهر بوده، طالب هم را نبوده و ما گفتیم شما به تعلیم خودتون مشغول باشید. و این مسیر اعتدال. فارغ التحصیلان ما در هر کشوری، در افغانستان، در کشور تاجکستان، در بلاد روسیه هستند، در همه جا هستند و هیچ جای دردسر ایجاد نکرد. تو مسیر اعتدالی، مسیر صحیح با افراطیون همراه نشده. حالا من منکر نیستم که یک آدم عصبی بالاخره بره با یک گروه تندی همراه بشه، این مورد بسیار محدوده، ولی توی مسیر صحیح کار کردن، ما توی مسیر صحیح انسانیت و لحاظا بعضی افراد و مسائل که میگویند تهمتند اینها و همین مردم عزیز زاهدانند که ما با اینها زندگی میکنیم، همین مردم عزیزند سیستانیان، بلوچان و بیرجندیان، شهرستان مختلفان. بارها گفتیم راضی نیستیم که یک قطره خون از بینی نبچکه. به مال ناموس کسی دستراز بکنه برای ما آنقدر سخته که در برابر مرگ ما تمام میشه. و حتی غیر مسلمان که توی شهر زاهدان از این گاهی سرقت شده، ماشین برده شده، افراد ما توی کوه فرستادیم که تلاش کنند و وسیله اینا را برگردون و ناامنیت، گروگانگیری بوده، بردن بعض گروه ها و ما ارتباط با هیچ گروه
نداریم، ولی برحال به مردم متوسل میشیم و که گروگان ها را پیگیری بکنه اینها را، و مسیر امام مسیر اعتدال و مسیر حق. و ما اعتقاد داریم که امنیت کشور باید حفظ بشه و کشور امن باشه و راه گفتگو، راه انتقادهای سازنده هیچ وقت بسته نشه و انتقاد بشه و الله تعالی انشاءالله که همه مشکلات ها حل بکنه و به ضرر کسی نیستیم و همه به خیر فکر می شود و ما امیدواریم که در شرایط آینده انشاءالله شرایط روشنی داشته باشیم که هم اقتصاد مردم، مشکلات و رنج مردم و تمام رنج ها در هر سطوحی هستند برطرف بشن و همه اینطور فکر کنند، هم بالاخره مسئولان هم به مردم کنار مردم بشینند و از کسانی که اعتراض دارند، کسانی که صحبت دارند حرف اونها را گوش کنند و ما به سمت خیر بریم و کشور ما به سمت خیر بره و مشکلات پشت سر بگذاره. ممکنه مراسم داشته باشند، عزاداری داشته باشند و باید همه مذاهب و همه اندیشه ها و همه تفکرات آزادی داشته باشند. بر اصل آزادی برای همه و عزیزان من هر جای در دنیا هستند و بخواهند که عزاداری برگزار بکنند، مراسم داشته باشند، باید در امنیت کامل باشند. ولهذا توصیه ما در خود داخل کشور ما برای همه هست که امنیت را برای عزیزان ما فراهم بکنند و این مسئله مذهبی است. همه باید این حق بدن که عزیزان ما با آرامش و امنیت بتوانند مراسمشون را برگزار بکنند. و توصیه من به کشورهای دیگر و کشورها هست که برحال برادران ما و خواهران شیعه ما، عزیزان ما هر جایی هستند با فکر راحت و احساس امنیت و آزادی بتوانند مراسمات مذهبی خودشون را برگزار